سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بچه‌ها امروز اومدم بهتون بمب ساعتی یاد بدم که مطمئنم که تا حالا ندیده بودی و نمیدونستی، که شاید کمترین کسا این بمب ساعتی رو متوجه شده باشن. خب شما میاد توی چیز، خب شما اولین چیزی که برداری، شما یه دونه خاک بردارین. خب یه دونه خاک، میایم پایین. دینامیت کجا؟ آها اینجاست. خب یه دونه دینامیت، بعد یه دونه دکمه، بعد میایم یه دونه چوب لباسی، یه دونه از اینجا شیشه. تو فرق نکنه حالا شیشه میذاری دیوار میذاری، ولی شیشه بذاری که بهتر. وقتی که برداشتی شما میاید شما وقتی که اینا رو برداشتین میاد یه دونه تانک کباب برداشت. خب بعد اینکه خب شما میاد هر چند ردیف فرق میکنه، 1 2 3 بکنید. حالا فعلا من نمیخوام اونا بکنم. خب شما باید 2 ردیف بکنید. حالا همین 2 ردیف، شما همین 2 ردیف بکنید. خب من اینو چیز میکنم. خب شما وقتی چیز کردین دینامیت ها رو اینجوری، نه یه ردیف پر میکنید. یه ردیف وقتی پر کردید روش خاک میشید. وقتی خاک چیزید که میکنیم ما اینه، ما میایم. حالا اینجاش مهمه که چقدر بخواد طول بکشه تا بمبت بگه. من حالا 1 2 3 4 همین 4 تا فعلا بس. 1 2 3 4 اینجوری شما 4 تا اینجوری. حالا فرق نمیکنه هر 4 تا. تو شما یه دونه اینجوری دکمه میذارین. شما میاد از رو همین شیشه ها کارم کبود. خب شما میاد اینو میذارید. خب همینجوری که میبینید، بذارید من اینو صبح کنم این بهتر دیده بشه. همینجوری که میبینید این بمب ساعتی، حالا من زیاد گذاشتم، شما میتونید کمتر کنید یا مثلا زیادتر کنید. هر چقدر که شیشه و تارنکبوت بیشتر بذارید اونجوری مثلا همون قدری که گذاشتید طول میکشه تا بهتره. که همینجور که میبینید خب داره چوب لباسیه میره پایین. وقتی به اون دکمه برسه که بمبمون منفجر میشه. میریم از دور. خب همینجور که میبینید بام 2000 years later. اوه چی شد؟ اگه تا اینجای ویدیو نگاه کردی و خوشت اومد، اگه بازم از این آموزش رو میخوای حتما ویدیو رو لایک کن، دنبالمون کن و تو کامنت ها بگید که از چه آموزشی بذارم براتون. Okay. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.